بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. از تو درباره شراب و خمار میپرسند، بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت‌هایی است و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن میکند تا باشد که شما فکر کنید. فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. از تو درباره یتیمان میپرسند، بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید، پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح میشناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت میاندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است.